بزم رفاقت، راوی رازهای پنهان. تا نقش خیال دوست با ماست، ما را همه عام خود تماشاست. آنجا که وصال دوستان است، والله که میان خانه صحراست. سلام خدمت تمام شما بیننده های عزیز برنامه بزم رفاقت. امیدوارم که جور باشین، صحت باشین، سرحال باشین. امروز در یکی از دیگر برنامه های بزم رفاقت با شما هستیم، مهمان خانه های شما هستیم. امیدوارم که تا آخر برنامه با ما باشین و ما را همراهی کنین. موفقیت چیست؟ نویسندگان و فعالان اجتماعی در این مورد چی میگویند؟ چه چیز در راستای موفقیت انسان نقش مهم دارد؟ دین، کار و یا اخلاق؟ امروز در این برنامه کسی را با خود داریم که پیرامون این موضوعات هم صحبت میکنیم و هم پیرامون موضوعات زندگی شخصیشان هم گفتگو و بحث خود داشتیم. گردیس صاحب بزرگوار خوش آمدین. میشه معرفی کوتاه خود داشته باشین برای بیننده‌های عزیز ما؟ تشکر امینی عزیز. بنده نقیب الله متخلص و شاولی زاده گردیزی هستم. خوش آمدی ولی زاده صاحب. تشکر. پیش از همه میخوایم یک چیز بگویم، با چای چطور هست؟ یعنی گلاس چای بندازیم برتن میخوریم؟ تشکر از شما امینی عزیز. خب چای یکی از موارد مهم در جامعه مردم افغانستان است. همه ولایت افغانستان یک علاقه زیاد و خاصی به چای دارد. مهربانی تان است. تشکر. سلامت باشین. خب نظام خود رو پرسان کردم، گفتم باش که شما چای میل میکنین، خوش دارین، ندارین؟ تشکر از شما. سلامت باشین. مجبور به خودم میگم اجازه است؟ صاحب اجازه است. 100 دقیقه صاحب اجازه است. خب چقدر خوب. استاد بر ما نگفتین درجه تحصیلتان چقدر است و در کدام رشته شما تحصیلات داشتین و تا امروز که در این سرحد رسیدین چه کارها کردین تا بتونین؟ آیا به رشته دلخواهتان رسیدین، نرسیدین یا هنوز مبارزه میکنین تا به رشته برسین؟ تشکر امینی عزیز. خب انسان ها فکرهای متفاوت دارند بدون شک و هر کس یک علاقه خاص به یک مسلک خاص داره. من از دوران طفولیت علاقه خاص به بخش طبابت، در بالای از او علاقه خیلی خاص به بخش دانشکده حقوق و علوم سیاسی داشتم که خوشبختانه تا اندازه توانستم به اهداف خود برسم و در بخش نرسنگ عالی توانستم که 15 پاس شوم و سند خود حفظ کنم از یک از پوهنتون‌های شخصی. در پالوی ازی توانستم الحمدلله خدا را شکرگزار هستم که به یک از آرزوهای دیگر خود که رسیدم. البته رسیده هم نمیگویم چون ما گام‌های بعدی رو نیز در پیشرو دارم که باید تعلیم ارتقا کنه، پیشرفت کنیم دیگه، هم تا سطح ماستری و دکترا. توانستم که در بخش حقوق و علوم سیاسی هم سند لیسانس خود به دست بیارم. در میدون مسلک که علاقه داشتم الحمدلله امروز هم دوام میدونم مسلک خود تا بتانم تا آخرین درجه بتانم این مسلک خود برسانم و یک فرد تخصصی تر به آرزوهای خود باشم که در آرزوهای خود رسیده باشم. چقدر خوب، چقدر خوب. یک موضوعی که دوستای عزیز مرا میال سوال در ذهنم خلق شد، مجبور هستم بپرسم. شما گفتین تا حد، این حد چقدر است؟ یعنی اندازش چقدر است؟ تا چی حد است؟ و ای که چرا نتونستین تا آخر برسانین یا با آخر از موضوع برسین، علتش چی بوده؟ امینی عزیز پیامبر بزرگ اسلام میفرماید که ز گهواره تا گور دانش بجوی. حد گفتن یعنی من هم هدفم در کلی است که تعلیم یک جای مشخص خلاصی نداره. بدون شک کسی که پیغمبر ما گفته که ز گهواره تا گور دانش بجوی یعنی همیشه در تلاش باش تا علم را کسب کنی، یک چیز را یاد بگیری. در کل هدف ما است که من تا حد به اهداف خود رسیدیم، یعنی میخوایم که بیشتر و زیادتر و خوبتر دیگه هم بفهمم. خود را یک شخص دانسته نمیدانم. نه منظور من از این بود گردیزی صاحب که فکر کردم که شما در رشته هایی که خودتان علاقه مندی داشتین تا دو رشته ها تا یک حد خود رساندین. منظور من از این بود که شما در رشته هایی که دلخواهتان بود چرا تا آخر خود نرساندین؟ خب امینی عزیز یعنی هدف ما است که یعنی مشکلات در پشت پرده وجود داشته؟ الحمدلله مشکلات جدی وجود نداره، اما میخوایم که
در آینده‌ها گام‌های دیگر را هم در این بخش استوارتر و بلندتر بگذاریم. مسلک خود البته بخش مسلک خود ما داشته باشم تا بتونم گام‌های بزرگتر و خوبتر و محکمتر را در این بخش بمانم ان شاء الله. چقدر خوب. یک جرعه چای بگیریم که تشکر از شما. تشکر. زحمت کشیدید تازه شود. زمانهای سخت، دشواری‌هایی که در زندگی انسان‌ها همیشه از هر طرفی که عاید میشه و یا انسان دچار او میشه، چقدر میتونه در زندگی انسان و با موفقیت انسان تأثیر گذار باشه؟ آیا این کدام رول مهم را ایفا میکنه که یا به طرف مثبت ببرش یا به طرف منفی یا خیر؟ در قدم اول باید گفت امینی سیب عزیز که بدون مشکلات، بدون رنج، بدون دردها، من فکر میکنم اگر این چیزها در زندگی نباشه زندگی شاید دلچسب نباشه. بدون شک فراز و نشیب همین چیزها است که زندگی را دلچسب کرده. بله. در پولی زو ما زغال سنگ را که میبینیم به اساس فشارهای زیادی که بالای وارد میشود روزی به الماس تبدیل میشود. بدون شک. بدون شک. امینی سیب عزیز، ما در دنیا که امروز توجه داشته باشیم اکثریت افرادی که به موفقیت رسیدن آنها از فامیلای پیسه‌دار نبودن، آنها از یک اقتصاد خوب برخوردار نبودن که امروز توانستن شخصیت‌های در جهان باشند. و من گونه الگوی ما پیامبر بزرگ اسلام، ما که زبان سیرت پیامبر بزرگ اسلام را مطالعه میکنیم ببین چه دشواری ها را در زندگی خود کشیده. همین دشواری ها، همین مشکلات، همین رنج ها را که پیامبر بزرگ اسلام میکشه میتونه که امروز در جهان بسیار پیروان داره. با قول حضرت سعدی که همیشه میگه نابرد رنج گنج میسر نمیشود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. بسیار جالب است. خب خودتان در زندگیتان چقدر با این مشقت ها و دشواری ها روبرو شدین و زمانی که روبرو شدین چقدر احساس میکردین که من موفق میشم و این دشواری را پشت سر میگذارم و پشت سر از این دشواری کامیابی نهفته است و چقدر خوشبین بودین به این مسئله؟ امینی سیب عزیز، ما همیشه برای تاکید کردیم، همیشه در اجتماع بوده، در فامیل بوده، در جمعی از دوستا بوده، ما گفتیم که در پولی زو که ما یک کلمه به اسم شکست داریم، یک کلمه به اسم مبارزه هم داریم. در زندگی که یک شخص مبارز نبود، در زندگی که یک شخص نتونست با مشکلات مبارزه کنه، شاید به گام‌های موفقیت، با آرزوهایی که در زندگی داره و آدم نرسد. من خودم شخصا در زندگی خود اکثریت با مشکلات بسیار زیاد مواجه شدیم، اما کوشش کردیم که باید کسی باشم، فرد باشم با اون مشکلات مبارزه کنم. من الگوی خود را زمانی که قبلا به دنیا داور شدم که من پیغمبر بزرگ اسلام را همیشه الگوی خود قرار میدم، چون مشکلات را که او در زندگی متحمل شده یک از شما متحمل شاید نشده باشه. بهترین الگو همون است، واقعیت است برای مسلمان و مؤمن همون بهترین الگو است. یعنی من در مسیری که طی کردم دیگه مسیرها رو در بخش تعلیم براتون بگویم امینی سیب عزیز، ما شب‌های دور از فامیل را سپری کردیم، بدون فامیل در یک ولایت دیگر درس خواندیم. همین چیزها بود، همین تنایا بود، همین مشکلات بود که روزانه ما شاید هم امینی سیب عزیز به خود شاید ما آشپزی خودمون میکردیم، شاید لباس خود را خودمون میشستیم. پس معلوم میشه که یک آشپز خوب شدی. دقیقاً، چون اکثریت مردم که مسافر باشن فکر کنم کمی آشپزی رو خوب یادش نمیباشن. یعنی در کل بگیم که زندگی ما دشواری خود را داشته، اما همیشه ما مستحکم بودیم. کوشش کردیم که با مشکلاتی که در زندگی ما هست مبارزه کنم تا بتونم به اهداف خود برسم. زمانی که ما مبارزه نکنیم نمیتونیم یک شخص موفق باشیم. یکی از مقولات میگه هفتیدن عیب نیست، زمین خوردن عیب نیست، مگر در زمین ماندن عیب است. زمانی که هفتیدی مبارزه نکردی باز دیگه تو موفق شده نمیتونی. بله، به قول دیگه که میگن که نافهمیدن عیب نیست، پرسان کردن عیب نیست، نافهمیدن عیب است. خب آیا نقیب شاه ولیزاده گردیزی در زمان کودکی هم همین گونه فکر داشت یا بعد از دوران نوجوانی و جوانی به این مفکوره رسید و به این تعالی فکر رسید که باید انت یک آدم باشه، انت یک شخصیت باشه، یک انگیزه به جوانای دیگر باشد؟ خب دقیقاً هدف ما همین است. در زندگی خود امینی سیب عزیز ما در فامیل تعلیم کردم که سطح تعلیم بسیار کم بود. سطح تعلیم بسیار کم است، فعلا هم کم است. ما در آنجا رشد خود را مدیون پدرجان خود میدانم. ما از زمان طفولیت این گونه که هستم این گونه نبودم.
ما دیدم که در فامیل ما چقدر نیاز به تعلیم است، چقدر زیاد ما به تعلیم داریم و یگانه راه از اینکه ما بتانیم به اهداف خود برسیم تعلیم بوده برای ما. پدر جانم همیشه ما رو تشویق کرده که بچه‌م درس بخوان، کوشش کن تا یک شخص موفق باشی. همین بود که ما زمانی که مثلا صنف 7 مکتب بودم، ما یک آن آرزوی ما بود که من روز بتانم در مقابل یک رسانه بیایم و صحبت کنم. من تلویزیونا رو که مشاهده می‌کردم امین عزیز، واقعا یگانه امید من بود که من روز بتانم یک چیز، یک چند کلمه بگویم که یک چند هموطن ما، یک چند افرادی که در اجتماع زندگی میکنند یا جوانایی که در اجتماع هستند از استفاده کنند. چقدر گپ خوب. یعنی امروز که ما توانستیم در اینجا برسم، ما اهداف ما از صنف 7 مکتب تا زمانی که من خوب و بد را میشناختم این فکر در ذهن داشتم که باید شخص مفید به خاطر اجتماع، به خاطر کشور، به خاطر فامیل خود باشم تا بتونم دردهای فامیل خود را حداقل اگر به سطح کشور نتونم، دردهایی که در فامیل خودم از بتونم که توسط امین علم خود این موضوعات را شکست داده و خود را به موفقیت برسانم. گردیزی صاحب بزرگوار، نقیب الله شاه ولیزاده در زمانی که کودک بود و نوجوان بود بزرگترین ترسش چی بود؟ خب امینی سیب عزیز، شاید هم براتان این موضوع چگونه معلوم شود یا بینندگان یک چه احساس از این موضوعی که من میگم شاید داشته باشن یا چی تعریف از این موضوع داشته باشن، اما من از زمان طفولیت و تا امروز ترس را که در دل خود دارم و همیشه من زیاد هراسیدم از این موضوع امینی سیب عزیز. چی است؟ که میخوایم نقیبه که در کودکی از او ترس و هراس داشته ولی حالا که من از او میترسم هراس دارم. دقیقاً. او چی است؟ دقیقاً. در پالی از او که ما همه چیز را که داریم از خالق یکتاست، از مهربانی خالق یکتاست. در قدم دوم ما ترس را که در زندگی خود داشتیم از طفولیت تا اکنون دارم نبودن پدر جانم است که خدای نخواسته روز نباشه که ما باشم و پدرم در کنارم نباشه. خب زندگی است به قول خالق عالمیان کل نفس ذائقه الموت. بشک. هر زنده جان چشنده مرگ است. درست است؟ خب گیریم که نباشه. خداوند جور و صحت سر حال داشته باشیش. خب کاروان است پس و پیش معلوم نیست که چی وقت میاد. بشک. با قول او یک دو نمیشه، دو یک نمیشه. دقیقاً. عمر اگر یک باشه دو نمیشه و اگر دو باشه یک نمیشه. تصور کنین که خدای نخواسته همیاله نیست. این ترس چطور میتونین مدیریت کنین؟ با این ترس چطور میتونین زندگی کنین؟ ما امینی سیب عزیز، خداوند با جمع پدران نصیب کل پدران ما شما کند. ما خب احیانا میفهمم موضوع را درک میکنم امینی سیب عزیز. ما میخوایم از کرکتری که پدرم داشته، از تجربه‌ای که از پدر جانم گرفتیم، از تجاربی که بر ما آموخته، از نصیحت‌هایی که بر ما آموخته، می‌خوایم امان کنه یک شخصیت استوار باشم. یکی از نصیحت‌هایی که همیشه پدر بزرگوارت بر خودت کرده که او را به عنوان یک آتش افروخته در دلت همیشه داری، چی است؟ پدر جانم امینی سیب عزیز همیشه یک موضوع یادآور میشه. هر زمانی که ما با پدر جان بزرگوارم روبرو شدیم یک موضوع رو میگه قسم باش که همیشه بتوانی آن قسم باشی. چگونه یعنی؟ قسم لباس بپوش که فردایش باز بتونی لباس بپوشی. ما را همیشه میگوید که همیشه عجز داشته باشین، عاجزی داشته باشین، از خود بلند ثابت ساختن که من از تکبر و غرور در کل برات بگویم. ما را همیشه میگه که از این موضوع دور باشین، کسی باشین در اجتماع که فایده تان به جامعه برسه، به مردم برسه، نه ضررتان. بله، به قول صایبی که میگه افتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. چه خوب است که آدم همیشه پدرها را در کنار خود داشته باشه. میشه. چه خوب است که همیشه آدم دوست مثل پدر داشته باشه و در همه امور از او کمک میخواه و او را با عنوان یک فرد نزدیکتر به قلب خود احساس کنه و همیشه دست سر شانه های خود سر شانه های او بگذاره و بگه که رفیق چی گفت شکر که هستی. شکر که هستی. و
واقعا بودن پدر در خانه بسیار در زندگی یک فرزند رول اساسی خیلی رول مهم و رول اساسی و فکر کنین که بنیاد زندگی یک فرزند و یک خانواده را تشکیل میده. و خدا پدرها و مادرای ما شما را همشان صحت کامل، ایمان کامل و خاتمه با ایمان نصیبشون کنه. بزرگترین چیزی که میتونیم برای یک پدر و مادر دعا کنیم همین است که خداوند خاتمه با ایمان نصیبشون کنه، زندگی خوش آرام تا حدی که هستن، تا وقتی که هستن زندگی خوش آرام نصیبشون کنه و دور از گزندهای روزگار، دور از گزندهای امراض و یا هر چیز دیگه‌ای که هست و خداوند صحتشان داشته باشه که چتر خانواده ما شما استوار باشه و ما بتانیم زیر بوسه سالهای سال زندگی کنیم. آمین. یک میان برنامه کوتاه می داشته باشیم، دوباره زود برمیگردیم، قصه های شیرین داریم با جناب گردیزی صاحب، انشالله که در ادامه خود دیدیم. بزم رفاقت، راوی رازهای پنهان. خب دوستای عزیز، قسمی که برنامه ما بزم رفاقت است، ما رو خود جناب امینی صاحب سوال پیچ کردن. خب این یک سوال ما هم داشته باشم بهتر خوبتر خواهد بود. محمد الیاس امینی، بله، لقب بهترین صدای افغانستان هم گرفتین بدون شک. خب همیشه ما با صدای خودت آشنا هستیم، زیاد اما تمام ابعاد رسانی یک مر بگویم فعالیت داشتین، مردم از صدایتون لذت برده. همینی سه بیا روی صحبت داشته باش که محمد الیاس امینی چرا همیشه پشت صحنه با این صدای زیبایشان مردم لذت بردن؟ چرا در روی صحنه نآمدین؟ دلیل از این موضوع چی بوده؟ خب سوال بسیار خوب، سوال بسیار بجا که ما بارها با این سوال روبرو شدیم ولی نخواستیم جواب بدم، چون برنامه بزم رفاقت هستم، مجبور هستم در برنامه خودم هستم، مجبور هستم که برنامه را سوالات زیاد خودت کردیم، ما صادقانه جواب دادم، ما صادقانه براتون جواب میدم. دلایل خاصی نداره. ای که ما مثلا بهترین صدای افغانستان شناخته میشم یا شناخته شدیم یا مردم هنوز هم مرا به عنوان بهترین فردی که صدای بهتر داره و بهترین صدا است در افغانستان میشناسن، این لطف خودشان است. در قدم نخست لطف پروردگار است. در قدم نخست من باید مدیون و شاکر او باشم که بر من یک نعمت داده و این لطف تمام دوستا و بیننده های نهایت عزیز و مردم نهایت عزیز و هنر دوست ما هستند که بر من این لقب دادن و این لقب بخشیدن و صدای مرا پسندیدن. زمانی که من اولین بار صدای خود شنیدم احساس نمی‌کردم که صدای من قدر خوب و جذاب برای نگر مخاطبان باشن، ولی لطف کردن و مرا به این سرحد رساندن. و علتی که ما چرا هرگز نخواستیم روی پرده بیایم دو دلیل عمده داره. دلیل اولی که پیش خود فکر میکردم که به شهرت رسیدن شاید کار بسیار ساده باشه، آدم از هر راهی میتونه به شهرت برسه و به شهرت رسیدن از راه خوب خیلی دشوار است. خیلی دشوار است. بسیار مشکل است. باید کوه و کوتل و دریا و دریاچه و هر چیزی که پیش رویت آمد باید اینا را تو پار کنی و طی کنی تا به شهرت مثبت برسی. و در کناری که به شهرت میرسی یک رساله دیگه هم وجود داره که باید این شهرت تو به محبوبیت تبدیل کنی. بسیار. و تا زمانی که شهرت به محبوبیت تبدیل نشده به نظر من آدم نیاز نیست که به او شهرت بباله. من یگانه دلیلی که من نخواستم روی پرده بیایم این است که من محبوبیتی که نزد کسایی که در پشت صحنه به محبوبیت دارم یا صدای مرا پسندیدن و قبول دارن به عنوان صدای خوب در افغانستان، یگانه دلیلش همین بوده که ما محبوبیت از دست ندم. من او آدم بر اونا نباشم که دیگه مرا حمایت نکنن، دیگه مرا نپسندن، دیگه مرا به عنوان یک فرد جامعه، به عنوان یک کسی که در بخش رسانه ها کار کرده و صداش
اقدر خودشان نوازش میکرده، چهره من نتونه اونا رو نوازش کنه. یعنی علتش همین بوده و در طول همه قدر سالم کوشش کردیم که گذشته از اینکه ما از شهرتم نخواستیم استفاده کنیم، فقط خواستیم که سر محبوبیت کار کنم و همیشه خواستیم که از فرد مشهور کده از فرد مشهور کده فرد محبوب باشم بهتر است. بسیار، اما برعکس فکر میکنم جناب امینیسی، من فکر میکنم که اگه خودت با این صدا با این چهره در رسانه باشی، شاید مرزوی زیاد از هموطنان ما باشه که خودت ببینند، با صدای آشنا هستند و به نظر من که یک کار مثبت هم است و یک هموطنان ما شاید خوشم شود این که خود در رسانه ببینند خودت. بدون شک زمانی که احساس کردم که من باید روی پرده به یگان برنامه ها را داشته باشم و برنامه بزم رفاقت شد و آمدم در چندین برنامه های دیگه هم اشتراک کردم. من فکر میکنم که شاید سوال هزاران نفر من امروز در بزم رفاقت کرده باشم و حقیقت هم از تو گرفته باشم. بله بدون شک. بسیار عالی. دیگه تشکر. خواهش میکنم دیگه در قسمت این باره یگانه دلیل من همین است که من همیشه خواستم فرد محبوب باشم نه مشهور. بسیار. کوتاه‌ترین راه همین است، کوتاه‌ترین جوابی که میتونم برای بگم میخوایم فرد محبوب باشم نه مشهور. بسیار عالی. اما شاید پاسخ بسیاری از موضوعاتی که در ذهن هموطنان ما بود جواب خود را گرفته باشند. همین یک چانس بود برای من شخصا که در بزم رفاقت این موضوع از خودتان بشنوم. بسیار تشکر. سلامت باشید. خواهش میکنم. زمانی که ما و خودت روبرو شدیم فکر کنم در یکی از جاها بود و یک اعلان تجارتی ثبت میشد. دقیقاً. چه خاطره از او دوران داریم؟ ما هم خاطره دارم باز براتون میگم. دیگه خاطره خود را از صدای تو برات بگم. امینیسی عزیز روزی در دفتر بودم. ما به خودت چت پیام مسیج کرده بودم اما ما صدای خودت نشنیده بودم. زمانی که از طرف خودت زنگ آمد برام، باور کن که من صدای خودت که زمانی میشنیدم یک صدای بسیار شناخته، یک صدای بسیار محبوب. خب رفیقم در پالین بود، شاید برنامه ما رو ببینند. پرسیدم که صدا بسیار آشنا نیست. خب در بخش دوبلا که خودت دوبله میکردی یک اسم را آورد، گفت شاید صدای فلانی نباشه. یعنی واقعا من امینیسی خودم احساس افتخار کردم که با یک شخصیت که شخصی هستن که بهترین صدای افغانستان را هم کلام هستن. بعد از اون میخواستم که با خودت ببینم و دیدن ما هم چیزی بود که پیشتر خود یادآور شد، یک از ثبت اعلانات تجارتی بودیم و واقعا که اونجا بر من خاطره بود که من اونجا کدام احساسی که اون من داشتم که اولین برنامه خود صحبت میکردم واقعا چیزی بود که من قبلا احساس نکرده بودم و افتخارم میکنم که با خودت آشنا هستم. خواهش میکنم کوچک نوازی. سبب افتخار تمام کشور ما هستین شما. خواهش میکنم. افتخار هستین، قربان لطفتان است. نهایت اخلاصتان نشان میده. سلامت. سوالی که نمیاد در ذهن من خلق شده و اکثریت کسا وقتی که صدای مرا میشنون به زعم خود مرا یک چیز مجسم میکنن. میخوایم ایره بفهمم بینندای عزیز، میخوایم ایره بفهمم که گردیزی صاحب برای اولین بار که صدای مرا از پشت تلفن شنید مرا چی تصور کرده بود؟ یعنی در حد چه سن و ساله؟ زمانی که اولین بار که خود صحبت کردم و من قبلا صدای خود شنیده بودم، من همیشه در این فکر بودم که شاید هم محمد الیاس امینی حداقل کم از کم سنش از 60 شاید پایین تر نباشه، شاید هم از 60 بالا باشم پایان نیست، چون صدای شما نام خدا به لهجه یعنی بگیم غور، یعنی صدای بسیار جذاب. یعنی فکر کردم شاید هم امینی 60 ساله یا هم بالاتر از 60 ساله باشه، اما نام خدا که روبرو شدم نام خدا امینی جوان، اما صدای بهترین ملی برابر. زنده باشید امینی عزیز. جوانای عزیز پیام های زیاد داشتم، امیدوارم که به شمول خودم همه ما متوجه شده باشیم و او را در زندگی خود قدم به قدم پیاده کنیم و عمل کنیم. شما چقدر شکست خوردین و چقدر خوشی را تونستین تجربه کنین؟ آیا میزان شکستتان زیاد بوده یا میزان خوشی هایتان زیاد بوده؟ تشکر امینی عزیز. خب من زمانی که موضوع از شکست یا ناموفق شدن یاد می شود، من به بار اول سیرت پیغمبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم موضوع طایف را مطالعه می کردم. مردم طایف ظلمی که با پیغمبر بزرگ اسلام کردن واقعا بسیار ناراحت کننده است.
ما تو اگر دست می داشتیم نمیبخشیدمشان هرگز. نمیبخشیدمشان. در پالی از او در غزوات که من مطالعه کردم که حتی دندانای مبارک شهید می شود. بر جبین مبارکش حتی خون جاری می شود. بله. اما چرا با این قدر مشکلات که در زندگی پیامبر بزرگ اسلام و پیامبر نازنین ما آمده، چرا از هدف خود دست نبرداشت؟ همینجاست که ما الگو میگیریم از پیغمبر ما. چقدر جالب، چقدر خوب. من که در زندگی شکست میخورم، من این ذره به اندازه مشکلاتی که بالای پیغمبر بزرگ اسلام آمده و مشکلات در زندگی خود دیده ذرهش هم نمیدانم. امین سیب عزیز، ما شما اصلا ظرفیت تحمل قدر مشکلات نداریم. ما اونقدر دل نداریم، ما اونقدر مهربانی نداریم. واقعیت هستی. ما در زندگی خود امیر الگو قرار دادیم و راز موفقیت خود رو من همین میتونم که من همیشه پیغمبر بزرگ اسلام را الگوی خود قرار دادم. همین از موفقیت زندگی من. و چه الگوی بهتر از این نیست؟ چه کسی الگوی بیشتر از خوبتر و بهتر از حضرت پیامبر صلی الله علیه و من در زندگی خود امین سیب شکستای و ناموفق شدنای را زیاد تجربه کردم. نه. یگانه موضوعی را که براتون بگیم شاید باورتان نشوه، من 3 چانس امتحان کنکور دادیم. 3 بار به طور متواتر باز آمادگی کنکور خواندیم. یعنی شکست به وجه احسن تجربه کردیم. من دیدم که من با حرفهای جامعه روبرو شدم. امین سیب عزیز، با طعنه ها و کنایه ها. ما با بسیار طعنه ها روبرو شدم. من قبلا براتون گفتم، خود ستایی نشوه، من مکتب به درجه بسیار عالی خواندم. اما زمانی که وارد امتحان سرنوشت ساز کنکور میشم، من نتونستم که به پانزی و دانشکده‌ای که من خوش داشتم رسیدگی کنم یا به او کامیاب شم یا موفق شم. در اجتماع در خلق به میان آمد که با لیاقت چگونه نتونسته که به این جایگاه برسه. امتحان کنکور کنم. حرفای مردم را نادیده گرفتم و دوم راز موفقیت من است که من هیچگاه نقاط منفی که درباره مردم میگه من هیچ ارزش ندادم. امین سیب عزیز، بار دوم دور از فامیل، دور از خانه، در یک ولایت دیگر ما آمادگی کنکور خواندم، دور از مردمی که در اجتماع بودن، در 4 طرف خودم بودن. بازم نتونستم موفق شم. به بار سوم من کنکور امتحان دادم. اما الحمدلله امی گام ها و شکست ها بود که من طعم موفقیت را چشیدم. و زمانی که کار میکنی، زحمت میکشی، شکست میخوری، به زمین میفتی، دوباره میخیزی، یک لذت دیگر داره. شاید خود تجربه کرده باشی. بسیار یک لذت خوبی داره. این که بخصوص همون زمانی که یک نفر میگه که این نمیتونه، ولی زمان میرسه که او آدم خودش استاد میشه، سنت سهل میکنه که چی کردی؟ روزی که من امین سیب عزیز مونوگراف خود یا پایان نامه دوره تحصیل لیسانس خیش را دفاع میکردم، همون روز من این را فهمیدم که حرفای مردم را باید، حرفای مردم البته منفی شه، باید مازگی خود جای ندیم، پشت گوش کنیم، باز ما موفقیت میرسیم. اگر پشت حرف مردم بگردیم، اگر همیشه دری باشیم که مردم چی میگوید، باز او نفر دست خود را زبان آمیر بگیم برتان که دست خود را موفقیت بشوید دیگه، باز مشکل است که برسه. مو گپ است میگم اگر قرار باشه که ما پشت حرف مردم بگردیم و مردم دقیقه حرف مردم باشیم، به خود چه وقت برسیم؟ دقیقاً اول آدم باید به خود برسه. همین مشکلات بود امین سیب عزیز که من توانستم به موفقیت برسم. من دیدم شاید من شکست هایم در زندگی زیادتر از موفقیت هایم باشه، اما کدام موفقیت هایی که ما باید دست آوردیم، در اهدافی که ما رسیدیم، در معنویات در زندگی خود بسیار بزرگتر از شکست هایی است که من در زندگی خود دیدم. من به این عقیده، به این باور، به این ایمان هستم امین سیب عزیز که در زندگی فرد موفق کسی است که از هر بار افتیدن خود، از هر بار شکست خوردن خود، از هر بار ناکام شدن خود درس بگیره. اگر میفتی درس نمیگیری، باز نمیتونی موفقیت برسی. من افتیدم، درس گرفتم و امروز من امو شکرگزار امو افتیدن ها هستم که افتیدم تا موفقیت رسیدیم. امروز الحمدلله از برکت امو شکست ها در جایگاه موفقیت هستم که یک اندازه توانستیم موفق باشم. چقدر خوب. زمانی که شما مصاحبه هایتان رو در تلویزیون میبینین، مطمئن هستم که وقتی که اول خب میرین مصاحبه میتین دفتر نمیبینین، باز دوباره میرین میبینین یا تکرارش رو میبینین یا در
سوشال میدیا یا تلویزیون ها میبینین، چه احساس میکنین؟ چه احساسی به شما رخ میده؟ همین واقعا یک چیز بگویم که هموطنا و بیننده‌های ما چه قسم فکر خواد کردن. من زمانی که از برنامه برایم، زمانی که وقت پیدا کنم، من دوباره اون برنامه خود را مصاحبه‌ای که من داشتم میباشم میبینم، بعضا فکر میکنم که شاید این من نباشم. احساس به خودم یک قسم رخ میده. یعنی من همه چیز را مدیون خالق ما هستم. به شکل همگی باید مدیون او باشه. مدیون خالقم هستم، چون ما کوشش کردیم خودستایی نشود که تا حد بتانم حدودی که خالق یکتا بر ما در قرآن عظیم الشان تعیین کرده داخل همون چوکات زندگی کنم. تا حد کوشش کردیم که سخت نیست، نه سخت است نه آسان. اگر ما بخوایم که سختش کنیم شاید زیاد سخت نه، باشه. به نظر من میگم نه سخت است نه آسان. خب برمیگرده به این که تو چقدر از دین آگاهی داری. دقیقاً زمانی که تو از دین آگاهی داشته باشی، خب معلوم دارست که برای تو آسان است. اگر آگاهی نداشته باشی سخت است. بسیار سخت است. بسیار مشکل است کوره پیاده کنی. این یک چیز است. پس من زمانی که ویدیوهای خود را یا مصاحبه‌های خود را با رسانه‌ها می‌بینم، واقعا یک نقطه‌ای که من خوش میشم است که توانستم حداقل اگه بسیار کوچک هم است یک چیزی را که یاد دارم و او خیر نهفته است به یک فرد دیگر برسانم از طریق رسانه‌ها و حداقل بتانم امی گام‌های خود را بر گام پیغمبر بزرگ اسلام بمانیم. ما هیچگاه نمیتونیم مثل پیامبرها باشیم، اما میتونیم حداقل پیامبرگونه زندگی کنیم. پیامبر ما رسالت داشت، همیشه خوبی ها را به مردم رساند. حداقل ما اگه زیاد نتونیم اندازه 1% به مردم خود امی سخنای خوب برسانیم. پس زیاد خوش میشم، یک احساس خیلی خوب داشته میباشم. چقدر خوب. خب امینی صاحب، بازم با لهجه‌ای هم بگیم سوال پیچ ما کردی بخیر. من اکثریت خودتان میبینم که در ثبت اعلانات اگر بگویی نام خدا دست بسیار بلند داری. خوش میکنم. در پولی ازو در دیگر بخش اگر من دوبله باشه و بعض موارد دیگه، تو که بعضا در یک دوبله که هستی میخوای یک صدای یک کس رو دوبله کنی دوباره خودت، زمان که امور خودت میبینی احساس خودت چقدر بوده ایه؟ زمانی که من مثلا یک نقش دوبله میکردم و بسیار برام عادی میبود، چون من پیشتر براتون گفتم که من از همه چیز از شهرت از به شهرت رسیدن که به محبوبیت بیشتر فکر میکنم. من میگذاشتم قضاوت به دست دیگران که مرا چی قضاوت میکنن. من هیچ وقت خودم قضاوت نکردم، نگفتیم که عالی بودی، خوب بودی. چرا که ما در زمان بودیم که ما در سطح بین المللی رقیبای خود داشتیم. ما در جبه چند کشور در رقابت در آمدیم که افغانستان با وجودی که مثل کرکت افغانستان با وجودی که تیم جوان بود و تیم نو است و سرپای است، ولی با موفقیت های خیلی بالای دست یافت. ما هم در همون یک حالت قرار داشتیم. ما رقیبای خود داشتیم و یکی از خوبیایی که ما در بخش دبنگ داشتم این بود که ما آماتور بودم. آماتور یعنی ما حرفه‌ای نخواندیم، چون ما از بس که شدت علاقیم بر رسانه ها زیاد بود، بر من فرموده خودت آرزویی که خودت داشتی و بیایی مثلا در روی یک استیج ساچوی حرف بزنی، از ما آرزویی می بود که صدایم باید از یک جای برایه. با عنوان اولین فرد از قوم باید صدای من برایه. چقدر و خوشبختانه در قوم پدر من اولین فرد بوده که تا سویه لسانس از وزارت از رشته زراعت از پانتون کابل فارغ شده و من هم اولین فرد باید باشم که یک شغل نو در خانواده و در قوم بیارم. هدف عالی. ایت یک هدف داشتم و رسیدن ما به او هدف آسان نبود، سهل نبود. دشواری های خاص خود داشت که من از هر کدامش عبور کردم. طعنه های روزگار و طعنه های دوست و رفیق و خانواده و پسا خانواده و همسایه ها و همه ایره شنیدم. من به اون چیزی که خداوند مرا هست کرده بود و او توانایی را که بر من داده بود، خدا را شکر هزار بار شکر مدیونش هستم که پیش از اینکه من زمانش برسه که من خودم باید تلاش کنم که من چی استعداد دارم، خداوند برام فهماند که تو چی استعداد داری. چقدر عالی. امینی صاحب، ما شما در زندگی در مسیری که طی میکنیم همیشه بعض مشکلات هم رخ میده، بعض روزهای بسیار خوشی میاد. اگر فقط یک
خاطری از خوشی بسیار کوتاه، یک خاطری از بسیار روزی که خفه شده باشی چی بوده؟ یکی از حرفایی بود که هیچ وقت نمیتونم برای فراموش کنم. جالب است برام، خودت اولین کسی هستی که مرا یاد خاطراتم مندازی با مشکلاتی که خودت سپری کردی. چون من اکثریت کسا را که متوجه میشم میبینم که اینا فقط میان شخصیت های کاذب دارن، کوشش میکنن که بر مردم خود مثلا خودنمایی کنن که ما فلان کار کردیم فلان کار کردیم. بسم الله. نه خیر بیادر، ما بر کلگی معلوم است که ما چی کارا کردیم و چطور تونستیم به این حالت برسیم. یکی از خوشترین لحظات زندگیم همین بود که من در یکی از رسانه‌ها رفتم و بدون از اینکه امتحان بتونم، فکر کنین که در ظرف 2 ساعت اصلا من آمادگی بر او بخش نداشتم. مثلا من نمیفهم که بخش چی معنا داره و چی است و کارهایش چی است و بخواد چی کنه. بدون ای که من انترویوتم وارد او بخش شدم، بدون ای که من خبر شدم، تا ساعت 4 بجه وقت رخصتی کارتم که قراردادم در پشت دفتر آمد که گفت امضا کنین که سر از چه یک احساس خوب یک احساس بود که من واقعا هر بار که او را یاد میکنم بازم شکرگزار هستم خالقه، چرا که عزت دهنده او است. بشه. چون هیچ برگ به اذن او از درخت بیرون نمیفته، پایین نمیفته. دقیق. این خوشترین لحظه زندگیم بود و بدترین خاطره ای که از دوران کارم داشتم، یا پیش از او که بهم ده اینجا، این بوده که زمانی بود که من هرگز به عنوان یک فرد، حتی یک فرد عادی در جامعه مورد چیز نبودم، مورد شناس نبودم. این من رنج نمیداد، برعکس این سر همت من، سر موفقیت های من خیلی تاثیرگذار بود. و ما دان منتقدین خود همیشه با کارهایی که کردیم بند کردیم. هر کس میتونه نقد کنه، هر کس میتونه منتقد خوبه باشه، ولی که ما بر منتقدین چی جواب دارم، این مهم است. بسیار مهم. دیگه این خاطرات بود که از اون شروع تا حالا کتمه بوده. بسیار. یعنی امینیس میرا از خاطرات خود درس گرفتم که در زندگی همیشه جوابات بان به موفقیت، بان که موفقیت به مردم جواب بده. ما به عقیده هستم. ببین حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله توی نمیالم بعد از 1400 سال وقتی که نوشته میکنی was the perfect man in the world in the earth، نوشته میشه محمد پیز بیابانه یا صلی الله علیه و سلم. خب من فکر میکنم امینیس یک مثل بگیم یا معقوله بگیم، یادم میگه همین درختی که ثمر داشته باشه درخت پرمیوه را مردم با سنگ میزنه. بدون شک. ما دیدیم درخت بید کدام روزی دیگه کسی با سنگ زده باشه. هیچ موقعیت. پس همینجاست که در جامعه افراد موفق حتما با نقد مردم البته روبرو میشن، با مشکلات روبرو میشن، با طعنه ها روبرو میشن. پس افراد موفق کسی است که همین طعنه ها را در کل جواب بده با نتیجه موفقیت خود. روزی که موفق شوه برایشون بکشونه که نقد شما در کجا، موفقیت من امروز نه، ببینید و این جواب بسیار فکر کنم که یک جواب بسیار مستحکم برای افراد خواهد بود. بدون شک. خب بدون شکی هست دیگه زندگی از با فراز و نشیب است. این فراز و نشیب اگر نباشه من نمیشه و توی تو نمیشه. دقیقاً. هر کسی که این فراز و نشیب سپری کرده باشه این حرفا را درک میکنه، میفهمه که موفقیت یا کامیابی باز برمیگردم به قول حضرت سعدی که میگه نابرده رنج گنج میسر نمیشود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. دقیقاً. خب گردیزی صاحب بزرگوار، ما در این قسمت برنامه یک چیز بسیار خوب داریم که کامنت ها را از صفحه مهمان ما میخونیم. بر ما فرق نمیکنه کامنت مثبت باشه یا کامنت یک کم کمدی شکل باشه و خنده داشته باشه، ولی به خاطری که یک تنوع در برنامه باشه کامنت های خنده‌دار و جالبه کوشش میکنیم زیادتر بدید بخوره. ولی دیشب همکارم بر ما گفت زمانی که من پیج استاد داخل شدم اصلا گفت من یک چیزی را نیافتم، گفت همه تعریف بسیار خوب کرده بودن، مهربانی کرده نوازی میکنن همه. من گفتم حالا هم خوب است همو را می داشته باشه. دقیقاً. خیر ببینید زنده باشه. من پلی میکنم ببینیم که شما در رابطه به این عکس هایتان چی گفتنی دارین و این عکس را کجا گرفتین و چی بوده که باز اتو کامنت ها را گرفتین. دقیقاً. این عکس خودتان هستین و فکر کنم که در
چیز گرفته شده در تالار نمایشگاه بین المللی افغانستان. امینی صاحب اول میخوایم در روی این موضوع خیلی کوتاه صحبت داشته باشم. ما به وطن مکروب پیشرفت می باشه بسیار خوش میشم و واقعا امید ما است که روز افغانستان ما در جای برسه که با جهانیان در هر بخش، اگه اقتصاد باشه، اگه سیاست باشه، اگه تکنولوژی باشه، بتونه که سیالی کنه و بتونه که یک کشور سیال باشد. این نمایشگاه بین المللی و ملی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. چند وقت پیش و ما با این انگیزه اینجا اشتراک کردم که ما ببینم که افغانستان در بخش تجارت چقدر پیشرفت کرده و واقعا زیاد خوشم شدم و اکثر که شما میبینین در امو نمایشگاه گرفتیم و الحمدلله خوش بودم که از نمایشگاه وقت برگشتم بسیار به این خوش بودم که الحمدلله وطنم امروز توانسته که نظر و فکر تجارت پیشه های خارجی را در افغانستان جلب کنه و یک گام بسیار مفید است برای اقتصاد افغانستان. دیگه ویم کامنت های از دوستاست که مهربانی کردن و کوچک نوازی کردن برای ما. خیلی یک کار میکنم، یک کامنت خودت بخوان، یک کامنت هم میخوانم، درست است؟ تا اولش خودتان بخوانم. لالا عزیز ندیم گفته خیلی زیبا، قامتتان استوار باد جناب. گفتنیتون برای یادم چی است؟ گفتاریتون برای یادم چی از برای دوستان؟ خب اول خب بگم که مهربانیشان است، کوچک نوازی کردن و ازشون تشکری میکنم که انشالله که قسمی که اینا گفته که قامتم استوار باشه و برای اینکه که بتونیم یک شخص مفید به جامعه باشیم انشالله امی کامنت های دوستاست که انگیزه پیدا میکنیم تا موفق باشیم. در کامنت دوم فیصل جان شاولی زاده است. فیصل جان که است بچه کاکایم است دیگه. ماشاءالله دکتر صاحب بیادرم، ما قبلا براتون گفتم که ما یک بخشی از نرسینگ عالی خواندیم و در بین فامیل امو دکتر ما نام میگیرن برای ما. تشکری میکنم از فیصل جانم. و گردیسی صاحب کی است؟ موفق باشی دکتر صاحب. خب گردی صاحب هم یک از دوستایم است که گردی صاحب تخلص خود نشته کرده. منیر جان است که تشکری میکنم از یام که حسن نظر خود را به ما در کامنت نوشته کردن. و سوم هم چهارم بلکه زیا اسکرایپر، دکتر صاحب ضیاء الرحمن. البته علتی را ازش پرسیدی که چرا نام خود اسکرایپر نام؟ یک شخصی است که یک البته یک قهرمان از کشور ماست اسکرایپر. خب چیز زکی اسکرایپر میگن. زکی اسکرایپر. نه اینالی من میخوایم سوال کنم یادم چرا نام خود علاقمندی به او داشته نام خود زکی اسکرایپر مانده یا واقعا نام همین خود اسکرایپر معنایش هم میفهمم؟ نه من روز که ازشان پرسیدم زکی اسکرایپر یک از قهرمانایی است که خوشش داره و این تخلص بالای خود مانده و دکتر صاحب ضیاء الرحمن بارگزی دیگه یک تکنولوژیست است در بخش تکنولوژیست طبی البته. بله دیگه تشکری میکنم از یام که موسی نظر خود را رعایت کرده. و دیگه شام ساحل جان شاولی زاده است. امینی سوالی بیادرک کوچک هم از دیگه یک جوان بسیار بردبار، یک جوان بسیار خوب دیگه بیادر کوچکم است که تشکری از یام میکنم. نشته کرده که افتخار و مازی خودش افتخار است. بچه بسیار لایق است نام خدا. بله. خب میریم سر عکس بعدیتان ببینیم که در عکس بعدی اونجا که یکی از کامنت ها توجه مرا جلب کرد گفت بر موفقیت های مزید برتان موفقیت های مزید تان خواهان است. یعنی تو به نظر من که اما تو قوی نشته کرد موفقیت داشته باشید. بسیار گفت خوب است. دقیقاً. خب اینجا یک عکستان است که ما میخوایم اول خود تک تکی کسایی که در یک عکس ها وجود داره را معرفی کنین و بعد از او اول میخوایم چیزشو بخونم همین چیزی که خودت نوشته کردی. لبخند عزیزان و آغوش وطن دو نعمتی است که با هیچ چیز عوض نمیشود. وطنم. خب اینا کی هستن و چه نسبت با شما دارن؟ امینی صاحب عزیز این یک چیز در وجود ما و شماست. بدون شک. فطرتاً که ما عزیزان خود خوش ببینیم زیاد خوش میشیم. بدون شک. و من شخصا امینی صاحب با وطن خود یک محبت بسیار زیاد حب الوطن همگی داره و همیشه میخوایم که در وطن خود باشم و برای وطن خود خدمت کنم.
این روزی بود که البته روز عید است، البته که ما قربان رفته بودیم و در روز عید قربان رفته بعد بودیم. از نماز رفته بودین یا پیش؟ نه بعد از نماز. نه راست. نه بعد از نماز دیگه رفته بودیم قربان که در بخش اول پدرجانم است عکسش دیگه در طرف چپ. طرف چپ کلاه سفید که داره پدرجانم است همراهیم. بسیار خوب. و در عکس سیوبی که شما میبینین گوشی گره گوش است. کاکا خودم هستم دومی در بخش سومیم دیگه پدرجانم با کاکایم است حاجی سیب عبدالرحیم گردزی. دیگه در بخش چهارم که عکس آمده یام کاکایم است ذبیح الله جان است. دیگه این پوست با این انگیزه ماندم که یعنی بودن در وطن با فامیل یک حس و هوای دیگر داره. ما یک سوال کنم، این عکس خودت هستی؟ بله عکس اولیام خودم هستم و دی پالی پدرم موبایل در گوشم است یام خودم هستم. باور کن که من تا حالا فکر میکنم برادرت است. خب قدر تغییر چی میخوری که قدر خوب شدی و چاق شدی؟ والا همین است دیگه، این محبت های مردم است، محبت های هموطنان ماست که ما را یک ذره خوب کرده به نظرم. اینجا یک عکس دیگه تان است که شما نوشته کردین در بالای عکستان، گفتین کتاب و چای سبز ترکیب برای اندیشه. گذاشتن کتاب در کافی شاپ ها مردم را به خواندن تشویق می کند. یک گیلاس قهوه و چند صفحه کتاب می تواند لحظات خوش و پرفایده بسازد. اسپین کیک؟ سپین کیک یک رستوران است. رستوران. این در کابل است؟ این در کابل است بله. کجای کابل؟ در کارته نو است. امین سیب عزیز عکس که به نشر رساندیم در کل هدفم فقط دیدن عکس نیست که به مخاطبین نشان بدم. نه معلوم میشه دیدن عکس نیست، از اون خاطر متوجه کمره هستین و گفتین که من عکس میگیرم. در کل ما هدفم است که باید فرهنگ مطالعه در اجتماع ما زیاد شود. متاسفانه در اواخر امینیس بزرگوار ما فرهنگ مطالعه را بسیار ضعیف کردیم در اجتماع. جوانای ما مطالعه نمی‌کنند. ما در اینجا پیام دارم به تمام جوانان ما، به قشر جوان ما که به علم نیاز داریم و توسط اونا میتونیم که ما علم را اونها کسب کند و یک مفیدیت به کشور ما داشته باشند، میخوایم که همیشه مطالعه کند. کتابی که در دست دارم امیر صاحب متوجه شدن بریا تلار، یعنی راه به سوی موفقیت. یعنی کتاب بسیار عالی است و من میخواستم که به تمام جوانان ما این پیام بدم که مطالعه را فراموش نکنیم، چون علم است که ما شما را به موفقیت میرسونه، علم است که کشور ما را به سوی آبادانی و خود اکتفا شدن میرساند. بشک. میایم ببینیم کامنتاش چی نوشته است. اولین کامنت که هست از عبیدالله تابش. ماشاءالله خوش آرام باشی، دیگه موفق باشید، عالی، موفق باشید، بسیار زیبا. اما گفته خودتان اکثریتش مثبت است. کامنت هایی نیست که جالب باشه. عالیستی دکتر برور، بازم زیاد سکرپر بوده. دکتر صاحب بسیار مقبول، بسیار عالی. خب در کل شما یک فرد مثبت هستین، بر ما فهمیده شد که نظرتان است. خدا همیشه پیامتان مثبت است. تشکر. این کی است؟ این عکس چی است؟ این کجاست؟ خدا کنه کی روزید نباشه. نه، این امینی سیب روزید نیست. باشه که امی چیز شب بخوانیم، امی که در سر چی نوشته شده. در سر عکس شما نوشته کردین که ذبیح الله مجاهد، ذبیح الله و ذبیح الله مجاهد، اکبر گردیزی، محمد اکبر گردیزی و ذبیح الله مجاهد. شما نوشته کردیم با اینا. خانواده پایه اصلی از زندگی و سرچشمه عشق و حمایت است که ما را در مسیر رشد، آرامش و موفقیت همراهی می‌کند. با جمع از عزیزان در سفر کوتاه تفریحی. کجا رفته بودین؟ فکر مایپر است فکر می‌کنم. ما رفته بودیم سروبی و متن که نوشته کردم امینی سیب عزیز، من موفقیت خود را اول شکرگزاری از خداوند میکنم و دومی که همیشه مرا فامیلم برخصوص پدرجانم زیاد تشویق کرده. زحمت های پدرم و دعای مادرجانم بوده که همیشه گام های مستحکمی رو براتون موفقم شدیم. بسیار خوب. در کل این متن که نوشته کردیم این پیام دارم که واقعا فامیل، آغوش فامیل آدم میتونه که حمایت بسیار خوب کنه و موفقیت برسه. و اکثریت فامیلا پیام امینی صاحب که لطفاً جوانان خود را فراموش نکنید. موفقیت که میخواین برسن پس حمایتش کنین. بله. ما سفر زیاد خوش دارم. من پیشتر براتون گفتم ما همیشه دور از فامیل زیاد بودیم، زندگی کردیم.
زیاد خوش دارم که در گوشه گوشه از افغانستان بگردم. وطن ما خوب زیبایی ها داره امین سیف عزیز، بسیار جای مقبول داره. خب دوستای عزیز، این بود بخش کامنت ها و کامنت های گردیزی صاحب دیدیم. خیلی جالب بود و اکثریت پیام های مثبت برش داده بودن، کامنت های بسیار خوب و انگیزشی برش داده بودن و نزدیک موفق شدن و به توانایی خود رسیدن و باور داشتن و به یک جایگاه خود رساندن، همگی تشویقش کرده بودن. یک دم کوتاه میگیریم، دوباره زود با بخش اخیر برنامه که یک گیم دیگه داریم و یک چند سوال برمیگردیم. آیا دوست دارید به جهان کتاب سیر و سفر داشته باشید؟ آیا کتاب‌هایی دارید که هنوز مفاهیم و نویسنده آن برایتان مبهم است؟ آیا پیدا کردن کتاب‌های مشهور و پرمخاطب به شما یک چالش است؟ ما شما را با نویسنده های داستان های معاصر و کلاسیک آشنا می سازیم و راز جهانی شدن آنها و آثارشان را روایت می کنیم. 1001 شب برنامه‌ای است که راز جهانی شدن کتاب‌ها را روایت می‌کند. 1001 شب، راز پنهان کتاب. بزم رفاقت، راوی رازهای پنهان. دوباره خوش آمدین دوستای عزیز به برنامه بزم رفاقت از چینل یوتیوب فرازکست. در بخش اخیر برنامه قرار داریم. در این بخش ما یک گیم بسیار خوب داریم که به نام لبخانی است و ما این لبخانی نام گذاشتیم. ما گوشکی را در گوش گردیزی صاحب میمانم، چند حرف تکرار میکنم که اونا بر ما دوباره همو حرف اگر بر ما تکرار کردن با عنوان یک امتیاز ما او را در جمعشان حساب میکنیم و اگر از 5 سال تونستن هر 5 جواب بدن، گوشکی می طرف ما و سوال اونا میپرسن و ما باید جواب بدم. اگر ما هم تونستم از 5 تا 5 تا را جواب بدم، باز یک سوال دیگر میکنیم، مثل 5 پنالتی ور خلاص برتون بگیم. اگر 5 پنالتی از هر تیم گل شد، خود 5 پنالتیشون مساوی میشن. باز هر کس که گل ششم زد از دیگه مس شد، برنده هم است. باز ما یک چیز است دیگه. میریم ببینیم که گردیزی صاحب تا امروز از موفقیت ها و از موفقیت های چشمگیر خود بسیار خوب حرف زدن و حرفا و حدیث ها و تجربیات خود با ما شریک ساختن. امروز ببینیم که در این بخش چقدر تجربه داره و چقدر وارد است. درست انشالله. درست است؟ درست. امیدوار هستم که آماده باشی. انشالله آماده است. پناه به خدا. پیش از این کیره بگیری اینمی از چه وقتی کیره اینجا مانده، نه خودت جرأت کردی کیره میره سرش آواز کنی و نه ما فکرم شد که بر خودت بگی. یک دو دانه بیگ از یک موضوع است امیر صاحب. همین حرفا و سخنای زیاد شیرین بود، می شیرینی یاد ما رفت. خب اینو بخو که دیگه شیرین تر. قربانت سلامت باشی. خدا کمتون نکنه. میباشه که این داخل برنامه یادم آمد. نه حرفایتان شیرین بود. من میگم که از این کارم حرفایتان به ما شیرین تر و خوبتر بود. خدا کمتون نکنه. خیر ناله ایره بگیرین. شما ایره بگیرین، ما یک دانه میگیریم، مشکل نیست. دیگه باز میریم سر سوالات. برین گوشی ده گوشتن. مشنوی چیزی را؟ نه سم سیده گوشت با. اینا. بزم رفاقت. بزم رفاقت. بزم رفاقت. نام خدا. شیوان شرق. شیوان شرق. شیوان شرق. چای بنوشین. یک بار دیگه تکرار میکنم. شیوان شرق. شیوه شرق. یک ذره تلفظ کنه، لپسنگ تا باید. شیوان شرق. نشد. نزدیکش کردی، خیلی نزدیکش کردی. صدا قدر بلند نزدیکش کردی. شیوان شرق. شیوه شرق. خوب است دیگه. یک کم استایش. از 3 تا 1.5 تا. از 3 تا 1.5 تا. 1.5. از 3 تا 1.5. والا بسیار کم از خیلی. خود نیم کلا جواب دادی از خاطر. خود تو برو. خب شهرک ملاحظت. شهرک ملاحظت.
در پلان دراز مدت شهر همین کل گپای ما در موفقیت بود و دراز مدت شد. شهرک ملاحظت. نتونستم بازم. شهرک ملاحظت. شهر ما خانه ماست. خانه ما. شهر ما خانه ما. خانه ماست. بیخی صحیح. 2.5 شد. نه 1.5 است. شهرک ملاحظت. نتونستم الان. شهرک ملاحظت. شهرک وحدت ملی. وحدت ملی. از 3 تا از 4 تا 1.5 تا. از باز 1.5 دانه- تا. باز 1.5 تا جواب ندادی. باز برات میگم که چی سوال نه کردم. شک امینیت جواب داده باشه. نه ندادی. خب. سوال پنجمی. ها. سوال پنجمی. من سالنگ میرم. من سالنگ میرم. برنامه تمام شد. نه من سالنگ میرم. لبسنگش اگر سعی کنم بفهمم. من سالنگ میرم. من خانه میرم. خانه چی کنم؟ تو دی من سالنگ میرم. من سالنگ میرم. من پیاده میرم. خیلی چی رقمه. من سالنگ میرم. من ساده میرم. میرم که نزدیکش کردی. نزدیک شدم. من سالنگ میرم. والا بسیار مشکل شد. من گفت در میرم خواست. این گپ دیگه هست. کجا میره میگمش این مهم. همیش نمیه. من تنها میرم. من سالنگ میرم. من پیاده میرم. سالنگ میرم. یاره نشد. امروتم نشد فکرم. دو از 5 تا خیر 2 تا میگیریم. دو. از 5 تا 2 تا خیر است. اما یک شب ضعیف. دوستای عزیز، گردیزی صاحب از 5 تا تانستن. خب یک ذره کمک کردیم که چون یک نیم نمره یک دادیمشون. از 5 تا 2 تا را جواب بدن ولی خوب بودن. ما خود یک دفعه امتحان کنیم ببینیم که ما چی میکنیم. در برنامه قبلی مقصد باخته بودم. خب امیدوار هستم که در این برنامه ببرم. هر کسی که برد یکی دیگر را مهمان میکنیم و هر کسی که باخت ما بردم خود مرا مهمان میکنیم. ما باختم خودت مهمان میکنم. صحیح. اگر یک تا رو جواب دادی فکر کن که تو باختی دیگه. اگر از یک تا دو تا. از 5 تا یکی را جواب دادم فکر کن که ما باختیم. نه. و اگر از 5 تا ما 2.5 تا را جواب دادم بفهمی که ما بردیم. بعدم صحیح. درسته. بریم. شروع. صدایت زیباست. صدایت زیبا شده. صدایت زیباست. صدایت زیباست. نیست؟ یک نمره. بیا بریم. کجا بریم؟ بیا بریم. والا شک آمد که صدایش درست است. نه صدایش هم درست است. امینی سیپشته یک ذره. خب کجا میری؟ ما هیچ جای نمیرم. برنامه که خلاص شدم اینجا هستم. دوستای موضوع و نظرتون چه قسم است؟ ما نیاز به اتحاد داریم. ما نیاز به اتحاد داریم. ما نیاز به اتفاق داریم. من فهمیدم چرا که زحمت میکشین. ما نیاز به اتفاق داریم. و همون نبقی برات مجنون که دوستایی چه خب از 4 تا 4 تا 4 تا رو سه- جواب دادی. یکی مونده. نیت دادم برنده برو شدن میره هم جواب نه. نمیتون. نه جواب بیازم نمی. برنده است. نه من چون شد 4 تا یک دم شد. خب بپرس. یک سوال دیگه هم. افغانستان کشور غنی است. افغانستان کشور غنی است. افغانستان کشور غنی است. نام خدا بسیار صحیح است؟
5 سوال 5 یکی دیگه هم بپرس. نه بس از دیگه. بس 6 نشه باز بسیار قوی میشه به نظر من. چی شد آخر؟ نه والا من نفهمیدم مستور چطور درک نتونستم. نمیفهمم. اگه نه درست صدای ما خود نمی چیزی کنم دو حالت بود. مقصد یک چیز از لایف پیشری خودت به خاطر کار میشه که فکر نکنی. فکر کنم که برنامه قبلی رو که باخته بودی پلانت دفعه بردن بود امیسه. نه اتفاقا برنامه قبلی رو به خاطر باختم که یکی از خوبی های خودت که من تونستم حرفای خودت بشنوم بفهمم درک کنم که خودت چی میگی روان فارسی حرف زدنت است یا دری حرف زدنت است. و دوست ما قبلا بود دری رو درست نمیفهمید. و وقتی که دری تلفظ میکرد من احساس کردم که نمیتونم واقعا چون من اونو آوا اونمو دهان وقتی که بازو بسته میشه رو نمیتونستم تشخیص بدم. یک موضوع است همینیسه مرا ملامت نکن. چرا؟ من این موضوع که فعلا بودی بی چالش که بود این باری اول است که من قسم یک گیم انجام دادیم و یک سوالای مسخوت بسیار آسان بود. دوستام شاهد است. دو سوال اول من بسیار راحت گفتم سوالای من از چی قرار بود. شهرک ملاحظت، بزم رفاقت، فردین راز، شیون شرق. دیگه چی گفتم؟ من سالنگ میرم. من سالنگ میرم. خیلی سالنگ دابین خراب دیگه مقصدی جواب داد. من میرم صحیح خب کلیگا که خودت هم گفتی که کجا میرم اینیش باید زنده باشی. امیدوار هستم که برنامه به وفق مرادت بوده باشه و از برنامه جا دارد تامینیس عزیز که تشکری کنم از خودتان و از تمام همکاران نهایت عزیزتان که یک فضای بسیار عالی را ایجاد کردین تا ما بتوانیم چیزی که در فکر و افکار خود داریم به مردم برسانیم و دور از دغدغه ها و مشکلات روزگار با رفیق عزیز ما بتوانیم قصه کنیم و از دردها و خوشی های دل خود به دوست و رفیق خود بگوییم و بتوانیم با همین سرگذشت های زندگی خود یک پیام مثبت به تمام افراد جامعه خود داشته باشیم. پیام گفتی، پیام تا برای جوانا میتونیم کاملا در خدمتت است. زنده و سلامت باشی امینیس عزیز و نهایت گرامی. موضوع از قرار است که من در کل میخوایم که به جوانان خود یک پیام داشته باشم که من قبلا هم گفتم که جوانان عزیز ما ستون فقرات جامعه ما هستند. پس ما تکیه میکنه کشور ما و تمام مردم ما تکیه بر جوانان ما میکند. پس میخوایم که جوانان خود را پیام بدم که دیگر شاید بس از دیگه خواب غفلت برخیزیم از خواب غفلت بپردازیم به علم به مطالعه به تعلیم چون یگانه راه موفقیت ما یگانه راه پیشرفت کشور ما در علم و تعلیم است و بیاین کسانی باشیم تا زنجیر فقر زنجیر بیسوادی را در جامعه خود از بین ببریم با داشتن علم و تعلیم. پیام بسیار خوب، پیام بسیار جالب، پیام بسیار جذاب برای کسایی که هم ردیف ما هستن و در ردیف ما من ناقی خود در جمع جوان ها میگیریم بیش سفید شدیم دیگه. امیدوار هستم که برنامه را تا اخیر دیده باشین. من هم یک پیام براتون دارم. در عالم بساط دنیا بعد از خدا به یگانه کسی که تکیه میکنین خودتون باید باشین. چون زمانی که تو به خود تکیه میکنی تو مدیون کسی دیگه نمی باشی، تو منت کسی دیگه نمی کشی. دوستای عزیز ای بود برنامه بزم رفاقت. امیدوار هستم که برنامه به دلتون بوده باشه و به خاطر ای که بتونین از برنامه های بعدی دریچه فراز یا چینل یوتیوب فرازکست آگاهی پیدا کنین. چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنین و زنگوله را فشار بدین تا از برنامه های بعدی خوب ما مثل 1001 شب، مسیر، آگاهی و دیگه برنامه هایی که با زیر کار داریم و سرش کار میکنیم و تلاش میکنیم که این برنامه ها را بر شما به شکل درست و با وجه حسنش بر شما ترتیب کنیم و به نشر برسانیم. آگاهی پیدا کنین، زنگوله را فشار بتین و ما را همراه خود داشته باشین، ما را فالو کنین. تا برنامه بعد شما را به خداوند و یکتا و به نیاز میسپارم. بدرود. بزم رفاقت، راوی رازهای پنهان.